بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر حسین و علی الارواح التي حلت بفنائک. درود و سلام بر امام حسین و بر انسانهای پاک سرشتی که در راه حق شهید شدند و با سلام خدمت همه شما دوستان عزیز و ارجمند که در این محفل حضور پیدا کردید. معمولا این جلسات رو جلسات ذکر میگن. ذکر یعنی بیداری، ذکر مقابل نسیانه. عوامل زیادی هست که ما رو دائما به فراموشی میندازن. همونطور که ما صبحانه میخوریم، نهار میخوریم، شام میخوریم، یعنی همونطور که بدنمون دائما باید تغذیه بشه، روح و روانمون هم نیاز به تکرار داره، به تذکر داره. ما دچار فراموشی میشیم. اشتغالات زندگی آدم رو به فراموشی میکشونه. بنابراین این سال که 1400 سال از این واقعه گذشته یه بار اتفاق افتاده دیگه، ما حالا چرا تکرارش بخوایم بکنیم؟ هر سال این سخنان رو صدها بار شنیدیم. تکرارش چه ضرورتی داره؟ سخن نو که سخن تازه علاقتی دیگر است. ولی همطور که عرض کردم، ما نیاز به تکرار داریم. نماز هم روزی 5 بار چرا میخونیم؟ نماز از کار ثابت دیگه. حتی رکعت اول و دوم اینا مثل همه، دائما داریم سوره حمد رو این همه صبح تا شب 10 بار داریم تکرار میکنیم. خب یه بار آدم فهمید دیگه، چه ضرورتی داره تکرارش ظاهرا؟ ولی در روز دائما آدم ذهنش جذب اشتغالات زندگیش میشه. صبح که آغاز میکنه روز رو، وقتی که 5 دقیقه این از کار میگه، یادش میفته که من امروز رو برای چی آغاز کردم. شاید مهمترین نماز نماز ظهره، وسط کاره، نه هر وقت داره غروب میشه. این خیلی مشکله که از صبح که آدم میره سر کار تا 8 ساعت 10 ساعتی که برمیگرده، خیلی امکان هست که فراموش بکنه و همون کاری که آدم اشتغال داره همون براش همه چیزش میشه. میگه حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی. مواظب باشید، محافظت کنید نمازهاتون رو، به خصوص اون وسطی رو. عصرم میگن اساری روز، پایان روز من چیکار کردم؟ دستاوردم چی بود؟ کارنامه‌ام چی بود؟ مغربم اول غروب زندگی است، پا به پیری آدم گذاشته و یادآور اونه. نماز عشا رو میگه نماز خفتن، مرگ. بنابراین همطور که نماز دائما تکراره، این وقایع هم درست تکراریه، ولی تازهش میکنه برای آدم. بی جهت نیستش که قرن هاست که این واقعه داره تکرار میشه و ما هر سال به یاد امام حسین و یارانش دور هم جمع میشیم. خب عرایض بنده همطور که اعلام کردند، عنوانش معجزه صبر سرخه. صبر سرخ در واقع صبر و مقاومتی که با خون شهید آغشته شده. خب صبر در فرهنگ ما یه معنایی داره، ولی در فرهنگ قرآنی معنای متفاوتی است. صبر ما یه حالت انفعالیه. خب صبر کن میاد دیگه، یک نوع برای تحمل کردن، صبر کردن نیست که تا یه اتفاقی بیفته. ولی صبری که در فرهنگ اسلامی هست صبر اکتیو، صبر فعاله. امام علی می‌فرماید که از صبر من الایمان، جایگاه صبر در ایمان کجاست؟
مثل سرت به بدن. از صبر من الایوان که رأس من الجسد. این جسد یعنی بدن. میگه بدنی که سر نداره به درد نمیخوره، حیات نداره. ایمانی هم که سر نداشته باشه نقشی نداره. خود ایمان هم میگن رو 4 پایه است. حکمت 30 نهج البلاغه است. از صبر و منها علی 4 رو 4 پایه است. مثل این میزی که 4 تا پایه داره، اینی که حفظ میکنه. علی الشوق و شفق و ذوق و ترقب. اولین پایه‌ای که باعث میشه که انسان مقاومت بکنه یه شوقه، یک اشتیاقه. درس میخونیم به شوق این که قبول بشیم، یه مدرکی بگیریم، کاری بتونیم پیدا کنیم. اگه شوق نباشه، امیدی درش نباشه، چرا صبر بکنه؟ دومی شفقه. شفق مخالف شوقه، یعنی ترس، بیم. اون دانشجویی که درس میخونه تنها شوق این که من دیپلم بگیرم، لیسانس بگیرم نیست. ترس از این که من موفق نشم در کنکور، در امتحان، در هر چیزی. بنابراین بیم و امید، شوق و شفق دو بال پروازه. پرنده با یک بال پرواز نمیکنه، دو باله. این همه در قرآن میگه خدا رو خوفاً و طمعاً، با این دوتا بخوانید، ترس و طمع. امید سعادت و بهشت و ترس از سقوط، از بودن، از گرفتار اعمال خود شدن. سومیش زهد. زهد یعنی وابسته نبودن. آدمی که وابسته به یه چیزیه اونا اسیرش میکنه، ولی بتونه آدم آزاد بشه، رغبتی به این وابستگی های دنیایی نداشته، آزاد میشه. داستان قرآن یوسف رو میگه که وقتی که از چادرش آوردن به چند درهم فروختنش تو مصر. کانوا فیه من الزاهدین. زاهد بودن، یعنی اونو که پیدا کردیم وابسته نبودن. حالا مفت پیداش کردیم، اولی مشتری که آمد یوسف رو فروختن. معنی زهد یعنی همین، دل بسته نبوده بهش هسته آدم. سومی، چهارمی هم ترقب، چشم انتظار این که هر چی میخواد اتفاق میفته، من هدفم اینه. واسه اول مسئله صبر که چقدر تفاوت داره در فرهنگ ما با فرهنگ قرآنی. قرآن میگه از 2 چیز کمک بگیرید در زندگی. چیه اون دوتا؟ استعینوا بالصبر و صلات. از این 2 عامل، صبر یعنی اون مقاومت هایی که انسان باید داشته باشه، پشتکار، جدیت. دوم صلات هم یعنی روی کرده به خدا. یعنی تو از یک طرف باید وصل باشی به اون منبع قدرت، منبع بی‌نهایت قدرت. از یک طرف هم خودت زحمت بکشی. صبر اکتیو، صبر قرآن. اونایی که حج مشرف شدن، سعی صفا و مروه یادتونه دیگه. بین این دوتا باید تلاش کرد. و در عمل که 2 تا شریعتی رو میگفت هاجر وقتی که فرزندش در اون اسماعیل برده بود اون رو تو اون برای دره تنگ گذاشته بود، این بچه داشت از تشنگی تلف میشد. اسماعیل، هاجر همینجور این برابر میدوید سر تپه مروه، یکم همش میدوید، این داره تلف میشه. آبم نبود اونجا. شریعتی میگفت که سرانجام از بس این بچه دست و پا زد، آب جوشید، رفت کنار شنا، رطوبت معلوم شد. سخن شریعتی این بود که جوشیدن آب نجات، آب حیات، محصول و مرهون 2 عمل بود. یکی تلاش هاجر دائما بدوه، از این ور به اون ور، از این تپه به اون، کجا آب میشه پیدا کرد. هم تلاشش و هم توکلش به خدا، امیدش به خدا. میگه آب کم جو، تشنگی آور به دست. آب بجوشد آبت از بالا و پست. همش این نیست که از جای دیگه آدم بگیره.
آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبد از بالا و پس. رو بدین بالا و پستی ها بدو هاجربار، تا شوی تشنه حرارت را گرو. میگه کشت جان را کش جواهر مضمر است. در کشت و زر در خاک وجود شما، در سرزمین وجود شما جواهر نهفته است. ابر رحمت پر ز آب کوثر است. تو که استعداد جواهر پرورش دادن رو داری، آب رحمت خودم که هست، پس حالا بدو تلاش بکن. حالا این تلاش رو صبر میگن، صبر و مقاومت در برابر سختی ها، مثل هاجر. قرآن هم آیه معروفیه، میگه ولنبلونکم بشیء. تو دنیا دائما این ابتلا هست، من الخوف و الجوع، گرسنگی، ترس، و نقص من الاموال، برشکست میشین، مشکلات مالی پیدا میکنین، و الانفس، عزیزانتون، پدر مادر، نزدیکان، فرزندان، و ثمرات، دستاوردهای زندگیتون، برشکست میشین، از کارتون اخراج میشین، همه اینا هست. میگه و بشر صابرین، بشارت بده، آفرین بگو به صابرین. همه این مشکلات میگه واقعیت های زندگیه. کیان صابرین؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون. ما که طلبکار نیستیم، ما که با اختیار خودمون نیومدیم، این حوادث زندگی است. میگه اولئک علیهم صلوات من ربهم، درود خدا بر اینها باد که در این بالا و پستی های زندگی طلبکار نیستن. بعدم میگه ما که جای دوری نمیریم، انا لله، مال اونیم و داریم به سوی اون میریم، کمال پیدا میکنیم، خودمون رو میسازیم. خب صبر و قرآن نشون میده، 4 بار در قرآن گفته ان الله مع الصابرین. خدا با صابرینه. خدا یعنی با صابرینه، یعنی در وجودتون، در این صبر و مقاومتاتون تو تنها نیستی، خدا با توه. یه اتفاقاتی میفته تو اگه تحمل بکنی. یا میگه ان الله یحب الصابرین، خدا صابرین رو دوست داره. حالا ما خیلی چیزا رو دوست داریم، دوست نداریم. من اگه یکی رو دوست داشته باشم یا بدم بیاد که تأثیر درونه میذاره، ولی وقتی خدا دوست داره، یعنی قانون خدا رو داره نشون میده که خدا با توه، هوا تو داره، تو مقاومت بکن تا بتونی موفق باشی. یا میگه بشر صابرین، پیامبر بشارت بده به صابرین. یا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صابرین بی حساب نتیجه میگیرن، پاداش میگیرن، حساب و کتاب نداره. خب خیلی زیاده در قرآن. و در سوره بقره صبر رو در 3 زمینه نشون میده. میگه پس صابرین بالبأساء و الضراء و حین البأس. پس مقاومت در 3 زمینه است. یکی بأسا، یعنی مشکلات، جنگ میشه، نمیدونم سیل میاد، زلزله میاد، حوادثی که بیرون از منه، یکی با من دشمنی میکنه. پس یه عوامل مشکلزایی خارج از وجود ماست. یکی. دوم در راه، یعنی پریشانی، مریضی، آدم بیماری های سختی میگیره. پس یه مقاومت ما در برای حوادثی داریم که مربوط به دیگران، کسی به من توهین کرده، کسی نمیدونم منو بلای سرم آورده، من که اختیاری نداشتم، چیکار میتونم بکنم؟ یکی این که مشکلات و گرفتاری های بیماری هاست، مربوط به خود منه. سومیش عرض امروز منه. و حین البأس، در جنگ دیگه همه چی اون هم هست دیگه، همه چی شده ممکنه دست بده. پس اینم یکی از زمینه های صبره. و چقدر گسترده است مسئله صبر. حالا اون چی که در عاشورا اتفاق افتاده، این صبر سومیه، صبر سرخ،
که چقدر آدم وقتی که جونشم در خطره حاضر اونجا دیگه همه چی رو ازش بگذره. اتفاقی که در کربلا افتاد یه شکست دنیایی به تمام معنا بود. به تمام معنا. آیا شما شکستی در تاریخ سراغ دارین که تمام یه لشکر کشته شده باشن؟ بالاخره یه دی فرار میکنن، یه دی زخمی میشن، نجات پیدا میکنن. اینا همه کشته شده، با بدترین وضع کشته شده. یعنی هم کشتنشون، هم لگدکوب اسبان کردن بدناشون رو، هم سراشون رو بریدن، اونم رو نیزه جلوی همسرشون و بچه‌هاشون. حالا در نظر بگیرید یه اتفاق برای یه کسی از آدما بیفته، همسرش رو بینه سرش رو بریدن، فرزندان تماشا بکنن این صحنه رو. این اتفاق افتاده دیگه. نه فقط یه لحظه، اینا رو بعد اسیر گرفتن، زن و بچه ها رو بردن اول کوفه و بعد اول کوفه و بعدم شام. یعنی یکی دو هفته، نمیدونم چقدر پای پیاده بودن دیگه. آدم یه هفتم تماشا بکنه سر عزیزش، یعنی کار ساده ای که نیست. از صبر سرخ در واقع همچه آثاری داره. حالا رفتن آخرش که رسیدن تو شام دیگه، امیرالمومنین یزید حتی زینب میگه ما رأیتا، چی دیدی؟ یعنی دیدی کی حق بود کی باطل بود؟ میگه چی دیدی؟ میگه والله ما رأیت الا جمیلا، به خدا قسم جز زیبایی ندیدم، همش زیبا بود. چطور ممکنه یک انسانی همه اینا رو زیبا دیده باشه؟ میگه مردمی بودن که وظیفه‌شون انجام دادن، جونشون رو در راه خدا گذاشتن، به سعادت رسیدن، زیبا بود. پرونده زندگیشون رو با زیبایی تمام کردن. حالا تو فردا خواهی دید که کدوم پیروز شدیم. ولی عجله نکن، چقدر استوار، چقدر محکم ایستادن دیگه. صبر سرخ تا اینجاست که تو جنگم بدترین مصیبت هایی وقتی که میرسه انسان ها بتونن پایدار باشن و احساس نکنن که خدایا آخر چه بلایی بود سر ما بودیم، مگه ما چه گناهی کرده بودیم، ما اهل بیت پیغمبر تو بودیم، آخر خدا پس کجا بود؟ این سوال خیلی مطرح میشه. خدا تو کربلا کجا بود تا یه چیزی به ما میشه طلبکار میشیم از خدا؟ خدا چرا مثلا باعث شد من مثلا اداره بیرون کردن، مثلا من این مشکلات من که نماز بخونم، من که مثلا در راه خدا انفاق کردم، چرا باید این اتفاق بر من بیفته؟ پس خدا کی به دادمون میخواد برسه دیگه؟ بدتر از اینا بگیم میشه. و از عجایب روزگار اینه که در عین حالی که بزرگترین شکست تاریخیه، نه تنها تاریخ ما، شما فکر کنیم ببینید تو دنیا تا حالا شده یه جنبشی اینطور شکست خورده باشه؟ واقعا و بدترین شکل به همشون، اونم زن و بچه ها هم حتی اسیر شدن و هدفشون هم این بود که این دخترها رو برن بگیرن، زنها رو بگیرن. داستانی که بعد عوض شد در شام مسئله، اول قرار همین نبود که صحبت این که دختر امام حسین اینو که بگیره، اون خواهر رو که بگیره. یعنی همچه اتفاقی آدم فکر کنه که برای خود آدم حمله کردن به خانواده آدم، همسر و دخترها رو و سرش دعواست. ولی در عین حال همین شکست معجزش اینه که در کوتاه‌ترین مدت موفق شدند. کجا میبینین هم چیزی رو در تاریخ؟ در کمترین مدت. بعد از این هم تازه اینا رو کشتن، مردم کوفه، مردم هم مکه و هم مدینه رو قتل عام کردی از این. یعنی جم نمیتونستن بخورن، جیک نمیتونستن بزنن. بعد از کربلا اتفاق افتاد. ولی در کوتاه‌ترین مدت تأثیر خون این عزیزان
قیام های توابین شروع شد. یه عده‌ای احساس ننگ کردن که ما ساکت بودیم، چرا باید همچین اتفاقی بیفته؟ تواب معروفه تو تاریخ، قیام سلیمان بن سرد خزاعی، قیام مختار ثقفی، قیام پشت قیام در سراسر جامعه اتفاق افتاد. ظاهرا میگه اینا دیگه نفله شدن، تباه شدن، ولی تازه این که خون بر شمشیر پیروزه است تازه اتفاق افتاد. حکومت بنی امیه تمام شد، یعنی بعد از یزید دوم اومد و اونم استعفا داد، دیده اونقدر وضع خرابه که نمیتونه حکومت کنه، از بنی امیه به بنی مروان منتقل شد. یعنی از بنی امیه در واقع این جنایت انجام داد، حکومت اصلا عوض شد. با چه قیمتی این کار انجام شد؟ این بهای در واقع مخالفت با یزید، یعنی که امام حسین گناهش فقط همین بود که چرا حاضر نیستی رأی بدی، چرا حاضر نیستی بپذیری. این تکرار اینها عرض کردم که ذکره، برای اینکه به آدم یه امیدی میده که بابا دیگه بدتر از اون که نمیشه. اگه هدف زنده موندن، خوردن و خوابیدن چند سال بیشتره، خب بحث دیگه است. ولی اگر یه کسی یه آرمانی داره، یه هدفی داره، براش خدا مطرحه، رضایت خدا مطرحه، انجام وظیفه مطرح هست، اون وقت میبینیم که چه نتایجی خواهد داد در بلند مدت. خب اینا رسیدن به هدفشون. اینی که زینب میگه همش زیبا بود، آدم نمیفهمی که یعنی چی، کجاش زیبا بود. همش ما طلبکار میشیم که خدا غایب بوده اصلا. خب این در واقع معجزه صبر سرخه که در واقع یه عده‌ای ظاهر این قضایا رو میبینه. در جنگ احد هم مسلمان‌ها شکست خوردن، 1/3 کشته، 1/4 یا 1/3 کشته شدن، خود پیامبر هم مجروح شدن، همه چی تمام شد. یه جنگی رو که داشتن میبردن شکست خورد. حالا اون موقع مثلا میگن 70 نفر هست، 300 نفر 1/4 بودن دیگه. قرآن اینا رو بحث میکنه که میگه که یه عده گفتن که لو اطاعونا ما قتلوها منا. بابا ما که گفتیم نرین، اونا جمعیتشون خیلی بیشتره، اونا 1000 تا اینا کشته نمیشن، گوش نکردن، رفتن دیدی نفله شدن. ما که گفته بودیم، حرف ما رو گوش نمیکنه. اونجاست که میگه ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا. بابا نگین اونا که کشته شدن مردن، اینا زندن. نه که زنده، نمیگه اند قبرهم، تو قبرشون زندن، اند ربهم، یعنی تو حساب خدا اینا که نمردن. ما یه ظواهری رو میبینیم، یک شکست هایی رو میبینیم و فکر میکنیم اینا تمام شد، ولی از یه زاویه دیگه وقتی نگاه بکنیم میبینیم از چشم ما تموم شده است، ولی در یه محاسبه دیگه بهترین نتیجه ها هم داره میده. حالا همینطور که عرض کردم یکی از نمونه هاش همین قیام امام حسین در واقع. حالا ما در این در واقع وضعیت فعلی خود ما از 2 زاویه میتونیم از این مشکلاتی که باش درگیر هستیم، چه داخلی چه خارجی، استفاده بکنیم. خب ما الان در مسابقه فوتبال هم با این پارادوکس مواجه هستیم. پارادوکس یعنی چیزی که تناقض ظاهری داره. تیم ملی فوتبال ایران آمده، همش این بحث هستش که اینا نماینده حاکمیت بود. خب چقدر بحث و نگرانی بود که اینا رو باید تشویق کرد یا نه باید حکم کرد.
از یه طرف میگن که خب ایران فدراسیون سپاهه. خب بله، قبل از انقلاب تمام رؤسای فدراسیون ها همه ارتشی بودن، سرهنگ‌های بازنشسته بودن. هیچ نظامی بی تفاوت به ورزش نیست. استادیوم ها مهمترین جاییست که مردم جمع میشن، جمعیت خیلی زیاد، خیلی خطرناکه برای حکومت که مردم اعتراض بکنن. یه قدرت احساسی فوق‌العاده است. قبل از انقلاب، بالا شما جوان‌تر از یادتون نیست، در ایران مسابقه ایران اسرائیل تو امجدیه یه بار بود، ایران 2 گل زد. پیشخانی بود و یکم بسادیه بود، بسادیه هم زد. بله. اصلا تهران انقلاب شد، پیاده راه افتادن از همون امجدیه خیابون روزولت اون موقع تا تهران، همه تهران، چون با اسرائیل اون موقع یک نوع تضاد بود. یعنی همچی پتانسیلی هست استادیوم. همه نظام های به اصطلاح مثل کشور ما خب معلومه که دست حاکمیته. آیا ورزشکارا محکوم هستن؟ آیا ورزشکارا اصلا دنبال سیاسته؟ اون میخواد مخالفت کنه، خب وقتی میخواد که بیاد بازی کنه کاری با سیاست نداره، اون میخواد ورزششو بکنه. اصلا چند درصد مردم سیاسی هستن؟ مگه میشه اینا رو اینطوری حساب کرد؟ ما دوچار این پارادوکس بودیم، با اینا حالا چیکار بکنیم؟ خب اوایل یه مقداری خوب این بحثا وجود داشت دیگه، حالا بعدم خوشحال شدن که مثلا ایران نباخته بود، ولی نباید اینا رو با هم قاطی کرد. چرا همه چی رو ما میخوایم سیاسفید و سیاسی ببینیم؟ درصد کمی از مردم سیاسی هستن، خیلی خیلی کم. بقیه میخوان زندگی بکنن. 10-20 نفر اون بالاها تصمیم میگیرن، تصمیم گیری اصلی. بقیه این ملت میخوان زندگیشونو بکنن تو هر زمینه ای، هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب. تیم ملی فوتبال ایران که میره بازی بکنه نماد ملت ایرانه. اگه شکست بخوره ماست که این مسائل میفهمیم که اینا کیان که نیستن، چطورین، آیا سپاه اینا رو مثلا گلچین کرده یا نکرده، اصلا اینا وابسته به سپاه هستن یا ورزششو داره میکنه. بنابراین همونطوری که بالاخره به این نتیجه ملت رسیدن، منها دعوایی که توی استادیوم بود و به خاطر پرچم و فحش دادن به هم دیگه، و دیدین تو تلفناتون چقدر فحشایی که مثلا که با روسری آمده بارو گم شد، تو چرا آمدی، چون تو ایران چرا اجازه نمیدن به نمیدونم دخترها برن، تا هم غلط کردی تو لس آنجلس اومدین، از این حرفا. بابا اصلا این حرفا اصلا مطرح نیست. تیم ملی ایران تیم ملت ماست، شکسته اون سرشکستگی ماست، گل زدن اون، همینطور که واقعیتش اینه. من غیر از اینه، ما خوشحال میشیم که تیم ایران مثلا در برابر بلژیک شکست نخورد، چقدر شادی داشت. خب چرا اینو ما تحمیل نمیدیم به بقیه مسائل؟ مگه اونهایی که از مملکت ما دفاع کردن، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، این سیاسی هستن؟ چند درصدشون سیاسی هستن؟ 1-2% بالا دارن تصمیم میگیرن. وقتی که حمله میشه به ایران، اینجا دیگه نمیشه گفت که آقا ایران چون فعلا حکومتش در رأس اینا هستن یا نیستن. مسئله مملکت ما مطرحه. همینطور که تیم ملی وقتی که برنده بشه هیچ کسی سوال نمیکنه که آیا این حزب‌اللهیه، نمیدونم کدوم خطه، چرا پناهنده نشده. تیم فوتبال دخترانمون 4-5 تاشون خب پناهنده شدن، اختیار داشتن حالا شدن، به ما ارتباطی نداره. خب ما پس با 2 مسئله طرف هستیم که نباید دوتا رو قاطی بکنیم. از یه طرف 47 ساله که مردم ما
دارن برای اون چیزایی که انقلاب کردن مبارزه میکنن. انقلاب ما شعارش چی بود؟ استقلال، آزادی، جمهوری. جمهوری حال اسلامی میشه 4 تا شب کردن. تا استقلال یعنی ما نمیخوایم در شرقی باشیم نه غربی. الان نه شرقی نه غربی هستیم، ضد غرب شدیم به صورت افراطی. چه دلیل داره که اسرائیل نابود بشه و زمین باید برداشته بشه؟ به ما چه ارتباط داره؟ کجا قرآن گفته که باید نابود بشن دیگران؟ آزادی، آیا آزادی داریم ما؟ الان 47 ساله مردم دارن برای آزادی مبارزه میکنن. جنبش سبز، جنبش زن زندگی آزادی، هزاران نفر تو زندان کشته شدن، الان هم هستن تو زندان. این یه واقعیته. پس نه اینو میشه انکار کرد که مردم حق دارن برای اون چیزهایی که هدف ما بوده بهش نرسیدیم. استقلال، آزادی، جمهوری یعنی جمهور مردم. ما جمهوری نیستیم، ما نظام ولایت مطلقه فقیه‌ایم. زمین تا آسمون فرق داره با جمهوری. جمهوری یعنی دموکراسی. و اسلامی، الان اسلامیه یا فقاهتیه؟ پس نه استقلاله، نه آزادیه، نه جمهوریه، نه اسلامیه. خب این یه بود قضیه است، سر جای خودشه. یه بود دیگرش اینه که بیگانه حمله کرده به ایران. مثلا چه ربطی داره به این که آدم بیاد کف بزنه، تشویق کنه، جایی که بمباران میکنه خوشحالی بکنه نده. و این دوتا فکته. بس اگه کسی الان دفاع میکنه از کسانی که با جونشون در واقع ایران رو حفظ کردن، ما خیلی ساده این مسئله رو میبینیم. آخه ابرقدرت جهان با اسرائیل حمله کردن به ایران. همینطوری هم که گفتن هم رهبر انقلاب و هم تمام سرداران به اصطلاح قوه رو، نیرو دریایی ما رو به کلی زدن. همه چی چپه این رفته، نیرو دریایی نداریم دیگه، همه چی رو زدن. خب با وجود این کجایی دنیا شما دیدین میگم معجزه صبر سرخ؟ من به عنوان یه اپوزیسیون دارم این حرفا میزنم، چوبشم خوردم تو ایران. اگه دفاع دارم میکنم از این رزمندگانمون، به عنوان یک عضو جمهوری اسلامی نیستن. این دوتا رو دارم تفکیک میکنم که هیچ ربطی نداره که الان بهترین جوانانمون تو زندانن، بهترین مبارزان ما تو زندان هستن، ولی هیچ ربطی نداره که این چشم منو ببنده نسبت به این اتفاقی که افتاده. در یکی از این جلسات درس کردم امام سجاد تو کربلا تنها باقی مانده مرد بوده. توی جوانی بود، مریضم بود و نجنگیده بود، تنها کسی که زنده مونده. یه جوانی رو در نظر بگیرید، پدرش رو کشتن، عموهاش رو کشتن، برادرزاده، همه فامیل رو کشتن، مادر و خواهر رو همه رو اسیر گرفتن. شاهد همه اینا بوده. شما این کتاب دعاهای سیف سجادیه رو خونده باشین، دعای 13 چند دعای مرزداران، اصلا باور نمی کنین چطور ممکنه این آدمی که همه چیشو کشتن، همه نزدیکانش، داره دعا میکنه برای اون نظام، برای پاسداران اون نظام، برای مرزداران اون نظام. نه یه خط دو خط، 6-7 صفحه است دعا میکنه برای تیز شدن اسلحه های اینا، موثر بودنش، زنده بودنشون. میتونی باور بکنی؟ مربوط امروز دیگه، مربوط به کربلاست. امام سجاد تنها مرد با جوان بوده. اون جوان اگه
ما بودیم جای اون تا آخر عمر نفرت و کینه پیدا میکردیم به هر فردی که تو اون کشوره. غیر از اینه چرا اون داره این دعاها رو میکنه با تمام وجود؟ انقدر این دعا تکون دهنده است که آدم ماتش میبره که کی داره این دعاها رو میکنه. اون این پارادوکس رو حل کرده برای خودش که آخه اینا که دارن از مرزهای ما دفاع میکنن چه ربطی به یزید دارن؟ چه ربطی به حقوق اجتماعی داره؟ اینایی که صدها نفرشون تو این لانچرها پودر شدن، خاکستر شدن، اینا خواهر برادر ما نیستن؟ بیمی گور به درشون، اینا تو این رژیمن. تأثیر این مقاومتی کردن چیه؟ بذاریم براتون بخونم. همین آقای ترامپ چه حرفایی میزد راجع به ایران؟ حالا من براتون میخونم. این حرف اخیرشه: رهبران ایران افرادی بسیار منطقی هستند. با آنها خوب میشد برخورد کرد. آنها در مذاکرات آدمهای قوی و باهوشی بودند. اونا رادیکال نشدند. اونها دنبال حمایت از کشورشون بودند. چه عاملی باعث شده اونی که میگفت میرسونمتون به عطر حجری حرفا داره میزنه؟ این باهاشو کی داده؟ من و شما دادیم؟ یا اونایی که جونشون رو دادن؟ میگه اسرائیل مدت زیادی است که با حزب الله میجنگد و خیلی ها رو کشته، به نتیجه نرسیده. حالا اینا که حرفا رو میزدن این حرف ترامپه. ایران میتونه غنیسازی محدود داشته باشه، رقیق سازی میتونه در خود ایران هم با نظارت انرژی اتمی بشه. تا حالا چی میگفتن؟ حالا میگه اشکال نداره تو خود ایران رقیقش بکنن. اینا رو همش حرفشون میگه باید بدن به ما، حاضر نبودن که حتی به روسیه هم داده بشه. راجب موشک ها میگه که وقتی عربستان و کشورهای دیگه در منطقه موشک دارن چرا اینا نداشته باشن؟ مشکل موشک ها نیستن. موشک مکان کوچکی رو خراب میکنن، کره زمین رو که منفجر نمیکنه. مقایسه کنیم با حرفای قبلیش. چطور آقای ترامپ حالا این حرفا داره میزنه؟ چی دیده؟ کی عوض کرده این کسی رو که ایران رو مخواستن از بین ببرن به عصر حجر برسونن؟ سخنان ونس هم این تو نیویورک تایمز خطاب اسرائیل میگه رهبران اسرائیل باید بیدار شوند، واقعیت رو درک کنند. شما کشوری با 9 میلیون جمعیت نمیتوانید مشکلات خود را حل کنید. ترامپ تنها رئیس جمهور جهان است که در حال حاضر با اسرائیل همدردی میکند. در ضمن یادتون باشد که ابرقدرت جهان هم هست امریکا. من اگه جای کابینه اسرائیل بودم به تنها متحدی که دارم پشت نمیکردم. چطور شده آقای منس داره این حرفا رو میزنه؟ کیایی باهاشو دادن؟ ما همش درست مثل تیم فوتبال بخوایم رد بکنیم که اینا مال جمهوری اسلامی هن، نه اینکه بفهمین اینا مال ملت ما. تنگ نظر نباشه. من نمیدونم اصلا افکارشون چیه. اینا دارن از ایران دفاع میکنن تو میدان فوتبال، اونا دارن دفاع میکنن در میدان هویتمون، سرنوشتمون. ما یادمون نره که 52 تا شهرمون از دست دادیم ما در دوران قاجار. ما قبل از اون هرات رو از دست دادیم. بحرین پاره تن ایران بود زمان شاه، اواخر زمان شاه، با همین بازی‌های بین‌المللی. الان شاخشونه میکشه بحرین برای ایران. بحرین رو دادیم که اون 3 تا جزیره رو انگلیس گفت شما بحرین رو با چیز توطئه انگلیس بود دیگه، تنب بزرگ و تنب کوچک بود، گرفتیم بحرین رو دادیم به اونا. فکر میکنید محاله که بیان حالا ما رو ایران رو تجزیه بکنن و نمیدونم جای دیگه؟ نه، خیلی راحت این اتفاقات افتاده تو تاریخ ما. بنابراین خیلی مهمه این درس ها رو از کربلا ما باید بگیریم، از رفتار امام سجاد بگیریم با دشمنانی که قتل عام کردن خانواده‌اش رو.
که حساب یه ملت رو قاطی نمیکنه برای یه سری دیکتاتورها. این مشکلاتی که ما داریم راجع به آزادی، همه اینا به جای خودشه. هیچ دلیل نیست اگر کسی بخواد دفاع بکنه، حمایت بکنه، آفرین بگه، دست اینا رو ببوسه، کسانی که دفاع کردن، که حالا بزرگان جهان، ترامپ و بنس و یا حتی تو خود اسرائیل چقدر اونجا الان مشکل پیدا کرده. ولی اینا کم معجزه کردن و ربطی هم نداره، ملت ما هستن اینا. من فکر نمی کنم مثلا 10% مثلا سیاسی باشن، مملکت رو دارن حفظ میکنن دیگه. اگه امام سجاد فرزند این روز داره دفاع میکنه از ارتش یزید، اینو اون فهمیده که این پاسداران اون سرزمین اون موقع اسلامی ربطی به نظام یزید ندارن. سیاست بازی یه تلسلی اقلیت هایی هست، اینا دارن بازی میکنن. بنابراین این پارادوکس رو به نظر من بسیار مهمه. ما از یک طرف باید حمایت بکنیم از کسانی که در درون مملکت ما دارن با همه وجودشون از آزادی دفاع میکنن، پاش وایسادن، تو زندان هم هستن، اون به جای خودش هست. ولی این طرف قضیه نباید فراموش کرد که به خاطر کینه و دشمنی ما با استبداد داخلی بخوام دیگه هر کاری نظام میکنه بگیم ما قبول نداریم، چون اینا آدمایی هستن که مثلا زندانشون پره یا این کشتارها رو کردن و چیکار کردن. این درسی بود که به نظر بنده ما از عمل کرده امام حسین، به خصوص باقی ماندگانشون که انقدر دید وسیع داشتن، میتونیم بگیریم. خب من خیلی وقتتون رو نگیرم، گرچه خب خیلی بحثای دیگه توی زمین است، بیشتر خطتون کنم. اگر بعدا پرسش و پاسخی بود در خدمتتون هستم. خیلی متشکرم از توجه. سوالی که در مقایسه با رژیم یزید و رژیم او با رژیم فعلی یزید زمان، اگر امام سجاد که اونجا مریض بود بهش تعرض نکردن، اگر در این تظاهرات نظر میشد، آیا نمیرفتن تو بیمارستان تیر خلاص بزنن بهش؟ یعنی میخوام مقایسه بکنم یزید زمان و ضمن یزید اون موقع به حضرت زینب اجازه سخنرانی داد و آزادی بیان داد، و ولی در حکومت فعلی ما اون بیشتر وارد چه می‌کنه. و این وقتی مقایسه میکنید از قیام امام حسین چه درسی باید بگیرید در راستای مبارزه با ظلم و ستم یزید؟ همش تعریف از امام حسین، اونها نرفتن راه امام حسین در مقابل یزید گیرن. ببینید وقتی یزید اون بلاها رو سر خاندان پیامبر اومده همه رو قتل عام کرده، در واقع حالا اون کاروان و اسراره که میبرن، اون که نمیخواست اجازه بده که بیان سخنرانی بکنن، تو جمع میخواسته اون رو افشا بکنه. یعنی تو جمع حالا یه ده خانوما مثلا بچه ها اومدن، فکر میکرد که میتونه اینا رو به بازی بگیره، نه اینکه میدون بده که شما برید سخنرانی بکنه. اون میخواد شکست بده در سخنرانی، در صحبت‌هایی که میکنه، ولی اون پاسخی که میده، پاسخ حضرت زینب ولی میدون سخنرانی بهش نداده. به هر حال نمیشه اصلا مقایسه کرد که حالا اونا یا اینا، یک رفتار دیگه، ما معیاری نداریم بگیم کدوم مثلا بدتر و بهتر. در هر حال برخورد حق و باطل در یه روزگار گذشته که به صورت اکستریم در دو بعد، نهایت جنایت و دناعت و پستی، یه طرف هم نهایت فداکاری و ایثار و اخلاق، این برای ما یه درسه که مسائل نباید قاطی کرد. از که من نمیخوام دفاع بکنم از این حاکمیت، میخوام بگم که این مسائل رو باید تفکیک کرد. آدم اون چی که مربوط به عمل کرده مسئولین، اونا تصمیم گیرندگان اصلی هستن، با اونا باید مبارزه بکنه با خاطر آزادی، استقلال، عرض کردن بر همه اینا. ولی نمیتونه این داوری رو تعمیم بده به یه ملت. 1-2% بیشتر سیاسی نیست، تصمیم گیری نیستن تو مملکت. به خاطر اونا نمیشه که ما
بخوام همه رو نادیده بگیریم. عرض کردم که شاید به مدل امروزیش همین تیم فوتباله که مردم هم عملا همینطور شده حمایت دارن میکنن، ولی حالا که اینو دارین حمایت میکنین، همه میدونین در اختیار سپاه و نمیدونم اینا هستن، از 10 تا فیلتر هم رد شدن. مثلا نمیشه گفت ایرانی هن، تک تک اینا تو هم طارمی تو تیم روسیه بوده، ایتالیا بوده، اینا بیشتر که نه 3-4 تاشون که اصلا تو تیم خارجی هستن اینا. هم پرتغالی که معروفترین گلزن پرتغاله، یکی جالا اسم آزمون، بله. اینا برای ایرانی هستن که تو خارجن، مثل ما این بر اون برن. چرا بگیم که اینا وابسته به جمهوری اسلامی هم مال ملت، حالا این سیستم رو قبول نمی‌کنن، همینطور که این تیم رو در واقع همه بالاخره پذیرفتیم که باید حمایت بکنیم، ما دوست داریم. از اونایی که ملت ما رو فعلا حفظ کردن اگر هم حالا نمیتونیم، ولی باید بدونیم اونا فرق دارن. این نمیشه با یه چوب روند حامیان وطن و حافظان وطن رو